سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه ساعتی دیگر با شما هستیم. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به مفهوم جن در فرهنگ دینی. علت انتخاب این بحث این است که ما یه مقدار در مورد خرافاتی رو که ناشی از مفاهیم اصلی دین هست در طول سلسله برنامه‌های مختلف خدمتتون عرضه کردیم. این بار هم یکی از اون مفاهیم رو که جن هست و در طول زمانها مورد توجه به اصطلاح جامعه و غالب بر جامعه بوده گفتیم که یه مقدار بشکافیم و از نظر لغوی و همچنین از نظر قرآنی ببینیم مثلا مفهوم جن چی هست. و در این رابطه سوالاتی هم مطرح شده از طرف بینندگان عزیزی و گفتیم شاید مناسب باشه که دعوت کنیم از آقای بازرگان که کمک بکنن در ارتباط با این مسئله. خیلی متشکرم آقای بازرگان. با این مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم میتونیم شما یه مقدمه‌ای بفرمایید تا من سوالات بعدی رو مطرح کنم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز. بله، این مسئله‌ای که فعلا وارد دنیای سیاست هم شده و این روزها هم خیلی مطرح میشه، یه ریشه کاملا فرهنگی داره، یعنی مربوط به ایران هم تنها نیست. حتی در پیشرفته ترین کشورها مثل امریکا میبینیم یه روز به نام هالووین، روز هالووین اصلا تعطیل عمومیه. همه بچه ها، نوجوانان، جوانان، یعنی همه خانواده های مراسمی دارن، یه چیزی مثل جن و پری و دیو و ددی که تو فرهنگ خود ما هست به یک سلسله افسانه هایی توجه میکنن و فروشگاه ها چیزایی رو میفروشن و به هر حال یه روزیست به نام همچین پدیده های ناشناخته که در طول تاریخ گذشتهشون معمول بوده و به هر حال در قصه هاشون آمده. طبیعتاً در جامعه ما هم به عنوان یه میراثی از فرهنگ گذشتمون سخن از دیو و دد که در اشعارمون فراوان هستش، که خب چیزایی که واقعیتی که نداره، ولی وقتی نمیشناختن بسیاری از پدیده ها رو عنوان دیو و دد، جن و پری مطرح میکردن. در فرهنگ دینیمون هم هست. البته کلمه جن در قرآن هم حتی آمده، سوره هم حتی به نام جن هست. ولی خب معمولا بسیاری از واژه ها در بستر تاریخ رنگ و طعم خود بستر میگیره. از سرچشمه وقتی یه آب خالصی را میفته در طول مسیر خودش تأثیر میپذیره از بستر رودخانه دیگه. بنابراین خیلی تفاوت هست بین اونچه که در قرآن درباره جن میگه با اونچه که امروز ما میفهمیم و در اذهان وجود داره. برای اینکه به معنای اصلی جن پی ببریم در قرآن باید خودمون رو توی اون جامعه قرار بدیم، یعنی در اون کانتکست خودمون رو بذاریم، تو اون فرهنگ، در اون مناسباتی که مردم داشتن، ببینیم تو اون روزگار در قالب کلمه جن چه چیزی رو میخواستن نشون بدن. به طور کلی یک تقسیم بندی برای مفاهیم و مجردات بیرون وجود داشته برای اونها. یا غیب و شهادت میگفتن. غیب یعنی هرچی غایبه، برای ما غایبه، نمیبینیم، حالا از چشممون غایبه، از نزد ما غایبه، حضورشون رو احساس نمی کنیم. اینو میگفتن غیب. یعنی دنیا تقسیم میشد به دو قلمرو. قلمرو به غیب، همه اون چیزایی که غایبه، و شهادت. شهادت همون اون چیزایی که مشهود ماست. حالا مشهود چشم و گوشمون هستش، میتونیم بشنویم یا ببینیم، یا مشهود درک و دانشمون هستش. این یه تقسیم بندی بوده در گذشته. جهان دو قلمرو به غیب و شهادت. یه تقسیم بندی دیگه هم بوده به نام جن و انس.
انس یعنی اون چیزی که ما باش مأنوسیم، میشناسیم، آشناست، انس باش داریم. یا خود انسان کلمش دلالت بر موجودی میکنه که اهل انسه، اهل الفته، معانست داره، آدم احساس آرامش میکنه. بالاخره انسان یه موجودی است که اجتماعی دیگه، میتونه انس بگیره با مقایسه با حیوانات دیگه که این انس رو ندارن، زندگی دست جمعی نمیکنن. پس یه تقسیم بندی دیگه جن و انس بوده. جن به معنای هر چیزی که پوشیده است، هر چیزی که پنهانه، ما نمیشناسیم، غریبه است، احساس نگرانی میکنیم، وحشت میکنیم، یا اون که میشناسیم، آشناس، خویشاوندمونه، مأنوسمونه. بنابراین در فرهنگ دوران جاهلیت قبل از نزول قرآن یا رسالت پیامبر، توی اون جامعه جن و انس یه تقسیم بندی برای مسائل مورد معرفتشون بوده. در زبانهای دیگه هم اتفاقا همینطور هست، تنها در زبان عربی نیستش. اتفاقا من فکر میکردم که چه بسا این کلمه ژن که امروز مصرف میکنیم شاید یه ارتباطی با جن داشته باشه. اتفاقا در دیکشنری مراجعه کردم، ویکیپیدیا، دیدم حدود 100 سالی بیشتر نیست که این کلمه ژن مطرح شده. برای اولین بار در دهه 1860، یعنی تقریبا نیمه قرن 19، یک مانک، یه طلبه اتریشی، یه تحقیقاتی رو، یعنی رو ذوق خودش، با اینکه یه روحانی بود دیگه، یه طلبه بود، روی نخود پرنگی تو باغچه خونه‌شون تحقیقاتی میکرده. متوجه شده بوده که 2 تا از سلولا، یعنی 2 المان مخصوصی هستش که این حامل اون ویژگی‌های وراثتی هست که به نسل‌های بعدی منتقل میکنه. بعداً حدود 40 سال بعد 3 تا از دانشمندان این مسئله رو یه مقداری پابلیش کردن و تحقیقات بیشتری کردن، تا 8-9 سال بعد از اونها برای اولین بار یک هلندی، در واقع بوتانیست، کسی که گیاهشناس بود و ژنتیسیست، متخصص ژنتیک بود، به نام ویلهم جوهانسن، این برای اولین بار این اصطلاح ژن رو به کار میبره. البته خب کردیتش رو دادن به همون گریگور مندل که همون دهه 60 عرض کردم یه طلبه اتریشی بود، به نام او ثبت شده، ولی او اسم ژن رو روی این موضوع نذاشته بود. جوهانسن هم این اصطلاح ژن رو از یه لغت یونانی گرفته بود، یعنی ریشش پس برمیگرده به هزارهای پیش، به نام جینوس. از این کلمه منظور یونانی ها از جینوس تمام پدیده های پوشیده و پنهان بوده. اینا به این نتیجه میرسن که این به اصطلاح یه چیزی هست که ما نمیدونیم چیه، اسمشو گذاشتن ژن، که حامل ویژگی های وراثتی است که در گیاهان، به خصوص اول ژنتیک از گیاهان آغاز شد دیگه، اینها منتقل میکنه، ولی بسیار پیچیده است، ما نمیشناسیم. البته خب بعدها تحقیقات نشون داد که دی ان ای هست و نمیدونم این کروموزوم ها حامل چه مقداری ژن ها هستن، ولی یه مسئله کاملا پیچیده بود. ولی از هزارهای پیش هم یونانیا جینوس بهش میگفتن. حالا از این کلمه دیگه جینوم و اینا هم مشتق شده و منظورم اینه که در همه زبانها کم و بیش از دوران باستان یه پدیده هایی رو نمیشناختن، تقریبا یه همچین واژه رو به کار میبردن. حتی در فارسی هم دیدم که زن گویا قبلا ژن بوده، مثلا بیژن به کسی که همسر نداره، بیزن رو بیژن بهش میگفتن، تبدیل به زن شده. زنم در واقع همون زایمان، زاییدن، حیات. جینوس هم در یونانی به معنای برث هست، برث هم تولد در واقع، یعنی اون عواملی که حیات رو به وجود میاره، این ویژگی ها رو منتقل میکنه. در همه زبان ها کم و بیش، حالا عربا چون ژ ندارن جن گفتن، ولی خب این جن هم در زبان یونانی یا در فارسی گذشتم کم و بیش یه اشتراکی رو تمدن‌های مختلف بوده. بنابراین این یه امر عمومی است، جن مربوط به فارسی زبان‌ها یا مسلمان‌ها الزاما نیست. خیلی متشکرم.
این جالبه که در طول زمان میبینیم مفاهیم و معانی چقدر تغییر میکنه از اون چی که در اصلش بوده و قاعدتاً حالا شاید بد نباشه ببینیم از نظر عربی و لغت شناسی شاید کمک کنه که ببینیم مثلا این کلمه چه معنی میده و شاید مفهوم بهتری رو بشه توش در آورد. بله جالبه که خود همین دقت در معنای لغوی و اصطلاح خیلی کمک میکنه که ما اصلا بهتر بفهمیم جن چیه. ببینید مشتقاتی از کلمه جن که در قرآن اومده، مثلا به باغ میگن جنت. جنت از همون ریشه جن دیگه. چرا میگن جنت؟ برای اینکه سبزه و گیاه خاک رو میپوشونه. پس موضوع پوشیده شدن در مفهوم جن هست. یا در قرآن میگه همتون قبلا در رحم مادرتون جن بودید. کنتم اجنتا فی بطون امهاتکم، همه قبلا در بطن مادرانتون جن بودین. منظوری نیست که یک موجود دیگه ای بودین، میگه همه قبلا در رحم مادرانتون جن بودین، اجنه بودین. اجنه جمع جنه، یعنی همه پوشیده بودید. چون جنین اسمش هم میگیرن جنین دیگه، جنین هم مثلا ریشه جن دیگه. چرا میگن جنین؟ برای اینکه پوشیده است. یک به اصطلاح پوشش شکم هست، بعد رحم هست، بعد اون کیسه‌ای که اون بچه رو در واقع گرفته. یعنی 3 تا پوشش او رو مخفی نگه داشته، بهش میگن جنین. کنتم اجنتا فی بطون امهات، همتون جنین بودید، جن بودید. باغ هم همینطور که عرض کردم میگن جنت. سپر رو میگن جنه، چون سپر شخص رو میپوشونه دیگه. یا آدمی که دیوانه میشه میگن مجنون، مثل اینکه خردش عقلش پوشیده شده، کلیر و واضح و آشکار مسائل نمیتونه بفهمه. همه مشتقات در زبان عربی از جن که میاد دلالت بر یک نوع پوشیدگی میکنه. حتی بسیاری از موجوداتی که زیر زمین هستن مثل مار و اینا رو همه جن میگفتن عربا. در قرآن هم مار رو میگه جن. میگه حضرت موسی وقتی عصاشو انداخت که انها جانون، یک جن شد. جن یعنی به معنای مار. فراوان شاید چندین بار در مورد عصای موسی، چون در ذهن اعراب مار به عنوان یه موجودی که زیر زمینه، مخفیه، پنهانه. یا بسیاری از شما وقتی روایات گذشته رو احادیث رو میبینیم در 1-2 قرن اول تاریخ اسلام، حتی شیر و ببر و پلنگ و اینا که تو جنگل ها بودن دیده نمیشدن، همه اونا رو میگفتن جن. یا میگفتن ناخوناتون رو بگیرید زیرش جایگاه جنه، چون اونا میکروب نمیدونستن چیه. بعدها این چیزا کشف شده. یا آبی که آلوده است نخورید، تو اونجا پر جنه. بنابراین همه چیزهایی که نمیشناختن به نوعی مشتقات کلمه جن رو به کار میبردن. در قرآن کلمه جن هم به صورت اسم آمده و هم به صورت فعل. داستان حضرت ابراهیم در قرآن است، میگه فلما جن علیه اللیل، وقتی که شب همه چیز رو بر ابراهیم جن کرد. یعنی شب مثل یه پرده تاریکه، یه پرده سیاهه. یعنی وقتی شب شد همه چی بر ابراهیم جن شد، یعنی جهان بر ابراهیم جن شد دیگه، یعنی نه اینکه یه موجود دیگه شد. فلما جن علیه اللیل، جنه به صورت فعله، لیل یعنی شب، همه چی رو بر ابراهیم شب جن کرد و بعد یه ستاره دید و حالا داستان ادامه داره. بنابراین همطور که عرض کردم جن چیزی وجود نداره در جهان به نام جن. مثل این که بگیم زیبایی، آیا در جهان چیزی به نام زیبایی وجود داره؟ چیزی به نام زشتی وجود داره؟ ولی زشت هست، زیبا هست. زشتی و زیبایی یه وصفه، بنابراین جنم یه وصفه. زیبا، تابلوی زیبا هستش، انسان زیبا هست، ساختمان زیبا، منظره زیبا، خیلی چیزا رو میشه گفت زیبا، خیلی چیزا رو میشه گفت زشت. جنم همینطوره. بنابراین جن یعنی پوشیدگی، پنهانی، غریبه بودن. حالا این شامل همه چی میتونه باشه. اتفاقا یه بار از پیامبر اسلام سوال میکنن که جن چیه؟ میگن جن 3 طایفن، 3 دسته است. دسته اول میگن مثل انس، مثل خودتون. اونا هم حساب و کتابی دارن، مسئولیتی دارن.
یعنی شما اینا رو نمیشناسید ولی انسان‌های دیگه‌ای هستن. گروه دوم میگن هشاشات الارض، موجوداتی که زیر زمینن، از دید شما پنهانن، همه اونا جن هستن. گروه سوم میگن کریاه، مثل بادها. حالا یه عرب 1400 سال پیش توی جامعه قبیله‌ای چه میفهمید که انرژی چیه، جاذبه چیه؟ اینا که هنوز کشف نشده بود. میگه پس حالت سوم، دسته سوم از جنها مثل بادهان. حالا امروز میتونیم بفهمیم تمام چیزهایی که مادی نیستن، تمام انرژی ها جنن. پس جن اصولا چیزی نیست، جن یه وصفه برای بیان برخی از اون چیزهایی که از چشم ظاهر ما غائبه. حالا میتونه موجودات زیر زمین باشه، میتونه انرژی ها باشه، میتونه آدمای غریبه باشه و به فرضم اگه توی ستاره های دیگه موجوداتی زندگی بکنن اونا میشه گفت جن. بنابراین نباید دنبال یه چیز خاصی بگردیم. یه دوست خیلی ظریفی داشته میگفت که از موقعی که برق آمد جنا رفتن. یعنی قدیم یادتون باشه تو خونه‌های قدیم همیشه اول شب تاریک میشد، معمولا دستشویی و اینا هم ته حیاط بود، هر کسی میخواست بره همین میترسیدن شبا برن، یا انبارای خونه معمولا زیر زمین بود و برق هم که نبود، چراغ موشیایی بود برای اتاقای اصلی به کار میبرد، همیشه تاریک بود. بنابراین همیشه از بچگی همه میترسیدن ته حیاط برن یا زیر زمین خونه برن. همه جو بحث جن بود. جن یه امری که رایج بود، ساری و جاری بود. ولی از موقع که برق آمد جنم یواش یواش از ذهنیت ها خارج شد دیگه. حالا تو زمان ما این طیف جن هی عقب‌تر میره، با علم و دانش و خرد هی یواش یواش پرده های جهل بشر که کنار میره، خیلی چیزای بر ما میره جزو کاتگوری انس، مأنوس میشه. ولی همچنان اون چیزایی که نمیشناسیم برای ما جن هستش دیگه. خیلی متشکرم، جالبه. بذاریم شما اشاره در این چند دقیقه گذشته به آیاتی از قرآن کردید. حدوداً به نظر میاد تقریباً 33 بار خود کلمه جن استفاده شده، خود جن، حالا مشتقاتش که شما اشاره کردیم به کنار، و جان هم که به نظر میاد جمعش باشه 3 بار استفاده شده. در مجموع اینها حدود 18 آیه از اینها هست که جن و انس با هم آمده. حالا یا انس اول اومده بعد جن، یا جن و انس، یعنی این مجموعه این دوتا با هم اومده. و سوره شماره 46 سوره احقاف هم آیات 29 تا 32 که اصلا اشاره میکنه که این گروهی از جن دارن گوش میدن به اصطلاح به قرآن. خب اینا یه مقدار، و یا به قول شما سوره شماره 72 اسمش جن هست. بله. اینا یه مقدار سوالات دیگری هم برمیانگیزه در ذهن به اصطلاح اونهایی که علاقمند هستن ببینن خب قرآن اصلا جن رو به چی میگه. شاید یه چند دقیقه در این مورد صحبت کنیم. بله. اشکال همونطور که عرض کردم در پاسخ قبلی اینی که ذهن ما میخواد یه تعریف مشخصی برای جن بکنه. زود جن رو متعلقش رو یه چیزی پیدا میکنیم که یه موجود نامرئیه. بعضیا میتونن جن رو احضار بکنن مثل ارواح که احضار میکنن، در حالی که اگه توجه داشته باشیم جن یه وصفه، همینطور که عرض کردم، مثل زیبایی که زیبایی وجود نداره ولی موضوعات زیبا وجود داره. پس موضوعات جنی هم به معنای پوشیده و پنهان خیلی چیزا، هزاران چیزو میشه گفت که اینا از دید علمی ما یا دید ظاهریمون جن هستن. بخشی از جن که بیشترین آیات قرآن درباره جن درباره اونهاست، آدمای غریبن، آدمای ناشناخته هستن. ببینیم من عرض کردم اول باید توی زمان و مکان خودش هر پدیده ای رو ببریم. شما در نظر بگیریم 1400 سال پیش این سخنان گفته شده. در چه جامعه‌ای بوده؟ در یه جامعه بسته قبایلی که اکثر اون جمعیت در عمرشون از قبیله خودشون نرفتن بیرون. برای اینکه جاده وجود نداشته، نه هواپیما بوده، نه اتومبیل بوده، جاده وجود نداشته و بعد امنیت هم نبوده.
هر کسی تو قبیله خودش بوده. به ندرت یک کسانی تجارت میکردن، حالا یه مسیری رو میرفتن، آدمای بسیار نادری بودن، اونم نه از همه قبایل. مکیان مثلا، اهل مکه به تجارت معروف بودن و مردم دیگه هم سالی یه بار می آمدن مکه، قبایل دیگه اونجا عبادت میکردن، بت‌هاشون بوده و از اون کالاهایی که حالا از بخش‌های مختلف جهان فراهم میشده استفاده میکردن. بنابراین دنیا براشون پوشید و پنهان بوده، خبر نداشتن که پشت اون کوه‌ها بالاتر مثلا ایران هست، روم هست، یونان هست، تو افریقا انسان‌ها زندگی میکنن، تو امریکا زندگی میکنن. نه رادیو بوده، نه تلویزیون بوده، نه کتاب بوده، کاملا دنیا براشون مجهول بوده. بنابراین تمام آدمای دیگه‌ای که نمیشناختن همه اینا رو جن میگفتن. ما امروز تو فرهنگ ما نیست، ولی شما نوشته ها و کتابای تا قرن دوم سوم بریم، همه آدمای غریبه رو میگفتن جن. حالا تو قرآن مثلا این موضوع چند بار اومده به عربایی که حالا تو اون قبیله بودن یا تو مکه مدینه، میگه شما باور نمی کنید به این حقایق کتاب، ایمان بهش نمیارید، ولی گروهی از جن آمدن شنیدن و این رو باور کردن، برگشتن به قوم خودشون، به کشور خودشون و به اونا آگاهی دادن که ما یک چنین مطالبی رو شنیدیم. حالا خیلی ها دنباله میرن که یه عده جن و پری، موجودات خیالی مثلا قرآن رو شنیدن. آخه قرآن که مثل کتابای دینی دستوراتش که ازدواج، طلاق، وضو گرفتن، نمیدونم احکام توش هست، احکام بشریه از اول تا آخرش برای یک موجودی به نام انسان نازل شده. همه مسائل مربوط به ماست، ازدواج و طلاق و نمیدونم خرید و فروش و تجارت و همه چی انسان. این که نمیتونه برای یه موجود دیگه باشه که بگیم موجودات دیگه این چیزها رو شنیدن و بعد اونا ایمان آوردن، مثلا معنی نداره. خود قرآن گفته که هدایت هر قومی رو به زبان خود اونها برای اون مردم میفرستیم. به وضوح نشون داده میشه که منظور از گروه دیگه ای که آمدن به کلمه جن میگه، عربای اون موقع مردم رو جن میدونستن و صدها حدیث و روایات هست از قول بسیار مردم اون موقع که اقوام مجاور رو که نمیشناختن همینا رو جن تلقی میکردن، اونایی که براشون غریبه بوده. عرض کردم جن در برابر انسه. انس یعنی کسی که باهاش اونس داریم، میشناسیمش، آشناس ما با اونی که غریبه است، میترسیم، نگرانش هستیم. یعنی در مفهوم جن یه مقداری نگرانی و وحشت هم هست، همینطور که به ما هم میگفتن جن. یعنی اونا ما احساس امنیت و انس با اونها نمی کنیم، احساس خطر از اونها میکنیم. حالا خب دنیا باز شده، همه میدونیم کجای عالم چقدر زندگی میکنن، یک نوع ارتباط هایی وجود داره دیگه، اون وحشت نیست، یه جامعه جهانی واحدی شده. خیلی متشکرم آقای بازرگان. در آیه دیگری فکر میکنم سوره زاریات باشه، سوره شماره 5 که ما حالا آیه‌شو میخونم که گفته شده ما خلق الجن و الانسان الا لیعبدون. بله، ما خلقت الجن ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. درست؟ حالا این پس داره از خلقت دو چیز متفاوت صحبت میکنه. بله. جن و انس و اینا به نظر میاد چیز متفاوت باشن. حالا چجوری کامبینیشن، چجوری مجموعه اینا با هم قرار میگیره اون مسئله دیگری است. اینجا باز میخوام ببینیم که از این آیه چه چیزی برداشت میشه از نظر خلقت دو چیز متفاوت. بله، ببینید یه مثال ساده بزنم. فرض کنید یک انسانی از این کره زمین در یه سفر فضایی وارد یک سیاره دیگه میشه. حالا اونجا دورش جمع میشن و میخوان یه سوالاتی ازش بکنن. خب شما از کره‌ای که آمدین، این پلنت زمین این چجوریه؟ این حالا میخواد به عنوان یک سخنگوی زمین توضیح بده. میگه بله ما موجودات زمینی چند دسته هستیم، جمادات هستن، گیاهان هستن، حیوانات هستن، تو حیوانات این شعب هستش و ما مثلا انسان هستیم، خودش رو عنوان یکی از شاخه موجودات زنده. پس حیات کره زمین رو داره برای اونا توضیح میده. حالا جن هم همینطوره.
جن پس یه نوع حیاتیه دیگه، نیست؟ این حیاتی است که میتونه مثل جماد و گیاه و حیوان تقسیم بندی داشته باشه. حالا من اینو به عنوان مثال دارم عرض میکنم. ما اشکالش اینه که چون همیشه تو ذهنمون رفته که جن یه موجود خاصی هستش که پنهانیه، تو تاریکی هستش و نمیدونم وحشتناکه و یه جوری مثلا حضور پیدا میکنه، ذهنمون دائما به سمت او میره. ولی اگر عرض کردم این تصور داشته باشیم که منظور قرآن از جن یه موجود خاصی نیست، یعنی هر چیزی که برای شما ناشناخته است، ممکنه مثل یه موجوداتی باشن، انرژی ها جنن، موجوداتی که زیر زمینن نمیشناسیم جنن، الکترون و نمیدونم نوترون، اینا که هیچ کدوم نمیبینیمشون. حالا ممکن اونا رو بگیم که جن نباشن چون از نظر علمی شناخت پیدا کردیم. یعنی یه وصف برای بیان اون چیزایی که پوشیده و پنهان هستن. حالا تو اون آیه‌ای که میگه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو برای عبادت، الا معنی عبادت هم به جای خودش یعنی تکامل و رشد و به سمت خدا رفتن آفریدم، میگن خب پس اون یه موجود دیگه است دیگه. ولی باید در نظر بگیریم برای خود اعراب که همدیگر رو میشناختن مأنوس بودن، بقیه جن بودن. یعنی میخواد بگه نه تنها شما هدفتون از آفرینش اینه که به سمت خدا حرکت کنید، اونهایی که نسل‌های قبل بودن برای شما جنن، از دنیا رفتن، یا نسل‌های بعد هستن که هنوز نیومدن برای شما جن و پوشیده هستن، یا اینایی که کشورهای دیگه هستن، حتی اعراب کشورم نمیدونستن که چی هستش، تو قبیله زندگی میکرده. یعنی بقیه مردم جهان که هزاران یا میلیون ها برابر شما هم هستن، برای شما هم پوشیده و پنهانن. یعنی این مسئله‌ای که هدف رشد و کمال و تکامله، خدا برای همین خلق کرده، چون اونایی که آشنان با شما، چه اونایی که قریبا نمیشناسینشون، نسل‌های گذشته یا نسل‌های آینده. پس همه اینا در اون بیان کلی قرآن به معنای جن تلقی میشن. خیلی متشکرم. پس با توجه به این تعریفی که شما تو این 2-3 سوال گذشته پاسخ دادید، جن رو تعریفی از انسان‌های ناآشنا و غریبه کردیم. بعد بذارید اشاره داریم، به نظر میاد به یه جایی میرسیم. سوره رحمان که سوره شماره 55 هستش، آیات 14 و 15 داره یه ماهیتی از جن رو عرضه میکنه. میگه خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. بله. درست؟ یعنی انسانو میگه از چیه و بعد پشتش بلافاصله جن رو که از کلمه جان استفاده کرد، که حالا معنیشو شما بفرمایید که بله. مارج و یعنی اشاره شده به این که این از آتش بدون دود هست. بله، انرژی خالص. بله. حالا اون رو یه مقدار اگه توضیح بفرمایید. پس بازم با توجه به اون توضیحی که عرض کردم که جن یه طیف گسترده است، همه پدیده های پوشیده و پنهان میگیره و عمدتاً در قرآن راجع به خود انسان هاست، ولی نه انسان ها که میشناسن، بخشی دیگهش نه انسان نیستن. قرآن شیطان میگه جن، ابلیس میگه جن بود قبلا. جن یعنی جنس شما نیست، مادی نبودش. خب ابلیس از فرشتگان هم بوده، از فرشتگان بوده. خداوند میگه که به همه فرشتگان گفتیم در خدمت رشد و کمال آدم باشن، به آدم سجده کنن. میگه همه فرشتگان سجده کردن الا ابلیس. پس ابلیس از فرشتگان بوده. در جای دیگه هم میگه جن، پس معناش اینه که تمام فرشتگان هم از جنن، چون جن جنسیتشو داره میگه. ملک بودن، ملک صفته و خلاف شیطان که شیطنت منفیه، ملک اون بعد مثبته، انرژی های مثبته، شیطان مثلا منفیه. ولی میگه همه اینا جنن از نظر شما، یعنی پوشیدن، ماهیتشون برای شما روشن نیستن. حالا در گذشته 1400 سال پیش که اصلا نمیفهمیدن که جاذبه یعنی چی، میکروب یعنی چی، باکتری یعنی چی، انواع انرژی ها رو نمیشناختن. انرژی خورشیدی مثلا چیه، انرژی الکترومغناطیسم مثلا چگونه است، نیروهای نمیدونم هسته‌ای ضعیف چیه، اصلا اینا رو خب نمیدونستن. بنابراین در یه تقسیم بندی که
پیامبر اسلام گفته که بخشی از جنها کریاه، مثل بادهان. عرب فقط بادو میتونسته بفهمه که این بادو من نمیبینم ولی آثارشو حس میکنم. پس میگه بخشی از جنها مثل بادهان دیگه. حالا چطور میتونستن اونا بفهمن؟ مثلا مبانی اولیه علمیش و دانشش رو نداشتن. اینی که حالا این آیه هم که میفرمایید میگه که یه دسته شما هستین، یک دو ما خلق کردیم، یعنی موجودات مادی، موجودات دیگه هم من مارج من نار. نار آتش یعنی انرژی دیگه، مارج یعنی بدون دود. دود بالاخره ناخالصیه، چیز مادیه، اون چیزی که میسوزه بخشش به اصطلاح به شکل دود در میاد. اگر دود نباشه خالص داره میسوزه، یعنی انرژی خالص. یعنی بعضی از موجودات دیگه هم حالا به زبان امروز ما میتونیم بگیم یعنی مادی نیستن، جنبه انرژی دارن. یعنی مخلوقات خدا بخشیش حالت شما رو دارن، به اصطلاح با این آجر اولیه موجودات مادی پدید آمدن، ولی بعضی‌ها نه، انواع انرژی ها هستن، اونا هم جزء خلق خدا هستن. خیلی متشکرم. پس عرف و مردم خیلی نگرانشون نباید باشیم بله. که اینها رو به عنوان یه چیزای ناشناخته شده میبینن و همه جا هست. یعنی خیلی بله. آفت نیستش به قول معروف این مسئله. یعنی تنها تو ایران هم نیست، عرض کردم اول صحبتم تو امریکا سالی یه بار که جشن هالووین دارن، خب همش بحث راجع به همین چیزاست دیگه. یعنی در پیشرفته ترین جوامع علمی و تکنولوژیک جهان هم توده های مردم بالاخره از این زاویه نگاه میکنن، گرچه علم و تخصص دارن ولی توی قسمت بسیار بسیار باریک تخصص ویژه‌ای داره دیگه، خبر نداره از بقیه مسائل جهان. پس شما بر این اعتقاد هستید که عناصر ناشناخته‌ای وجود دارن در به اصطلاح در طبیعت که اینها تحت عنوان جن نامیده میشه و احتمالش هست که به مرور زمان شناخت بیشتری از اینا پیدا بشه. بله، من عرضم این نیست که ما این رو جن میگیم. هیچ کسی هم انکار نمیکنه اینو که بخش اصلی عالم از دید ما پنهانه. بزرگترین دانشمندان فیزیک دنیا میگن اون چه که ما الان کشف کردیم فهمیدیم یه قطره است در برابر اقیانوس، یعنی 99.9% جهان هنوز برای ما پوشیده است. من عرضم اینه که در اون دوران 1400 سال پیش برای بیان این مجهولات کلمه جن رو به کار می‌بردن. یعنی پس جن یک اصطلاحی فراگیر برای همه مسائل و مجهولات. عرض کردم مثل غیب و شهادت، هر چیزی که غایبه بر ما، غایب علم و شناختمونه یا مشهودمونه، یا جن و انس، اون چیزی که مأنوسیم میشناسیم، اون چیزی که بر ما پوشیده و پنهانی و نگرانیم ازش، برای ما غریبه است، احساس به اصطلاح نگرانی میکنیم. خیلی متشکرم. شما در اشاره کردید، شاید بعد نباشه مثالای بیشتری اگه خاطرتون هست از قرآن بزنیم که اینی که جن رو وصفی برای خود انسان ها اشاره کردیم هست که ببینیم حالا یه مقدار بیشتر میشه اینو باز کنیم، ببینیم واقعا چه اوصافی از انسان ها هست که اون صفت جن بهش اطلاق میشه در قالب به اصطلاح فرهنگ دینی. من چند تا چیز به نظرم میرسه، یعنی کاربردای کلمه جن در قرآن. خیلی جاها میگه که دشمنان پیامبران دو دسته هستن، جن و انس. خب در طول تاریخ ما ندیدیم چیزی به نام جن مثلا با پیامبران دشمنی کرده باشن. اینجا منظور اینه که بعضیا مواضع سیاسی خیلی روشنی دارن، معلومه این مخالفه و مواضعش هم اعلام کرده و دشمن رو در روه، ولی بعضیا خودی هن، داخلی هن. حالا ما امروز میگیم منافق، یعنی بیش از خودیام احساس ابراز تمایل و موافقت و اینا میکنه. این تو اصطلاح قرآن خیلی جاها جن به کار رفته، برای اینکه پوشیده است بر شما نمیفهمین، نمیدونین، نمیشناسین اینا رو. میگه کذالک، این سوره انعام آیه 112، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، هر پیامبری دشمنانی داشته، دو نوع، شیاطین الجن و الانس، شیطان صفتای یا انس
یعنی مأنوسی میشناسین شما اینا رو، آشنایی باشون، اسم و رسمشون رو میدونین، یا پوشیده و پنهانن. پس همیشه مخالفین، دشمنان آدم دو چهره هستن، چهره‌های پوشیده پنهان ناشناس و چهره‌هایی که رو در رو هستن. حالا بعد توضیح میده آیه مفصله. امثال این شاید نیمی از آیات قرآن تقسیم بندی خود مردمه به جن و انس، شناخته یا ناشناس. در جای دیگه در 2-3 مورد در قرآن به تفصیل فراوان راجع به حضرت سلیمان در قرآن داستانای آمده. میگه جنها برای او کار میکردن. چیکار میکردن؟ میگه بندرسازی میکردن، محاریب، محراب میساخت، محل حرب یعنی سنگر نظامی میساختن، و جفان، ارتش خیلی بزرگی داشت برای مثلا ظروف غذاخوری و اینا براش میساختن. یا مثلا میگه که غواصی میکردن، یغوصون، در آب میرفتن استخراج میکردن مثلا مروارید و اینها. خب امروز فکر میکنن لابد یه موجودات خیلی عجیب غریب برای سلیمان، حضرت سلیمان کار میکردن، در حالی که جن به همون معنای آدمای غریب و ناشناس بگیریم. خب همه میدونیم که در طول تاریخ بخش بزرگی از عالم، لااقل این منطقه شرق عالم، مورد هجوم قبایل مثل مغول و تاتار و چنگیز و همه اینها بوده دیگه. دور چین چرا دیوار کشیدن؟ چه اتفاقاتی اونجا میافتاد که این سرزمین به این پهناور رو در واقع محصور کردن که اونها حمله نکنن؟ خود تاریخ ما چند بار این قبایل وحشی از استپای شمال آسیا، سیبری و اونجا حرکت میکردن، میامدن، هر چی سر راهشون بود آتش میزدن و میکشتن و چیزی باقی نمیذاشتن. اروپا چند بار حمله کردن، اروپا چندین بار زیر و رو شد، از بین بردن دیگه. هونها رفتن، آتیلا و اینا همه. اصلا تاریخ بشر یکسره مورد حمله و هجوم این قبایلی بوده که حالا در اون هزارهای پیش این قسمت‌های سیبری که الان دیگه کمتر مسکون هست مرکز زاد و ولد بوده. الان چین خیلی جمعیت داره، هند داره، پاکستان داره. کم و بیش در گذشته زاد و ولد اینجاها بیشتر بوده. وقتی خشکسالی می شده حرکت می کردن با جلگه های سرسبز جنوبی یا به سمت غرب می رفتن. خب زمان سلیمان اینا رو مهار میکنه. تیپا تو تورات هم هستش، حالا با منگول استوشس، ما میگیم مغول تو عربی آمده. همیشه این نژادها بودن. سلیمان ظاهرا بخشی از اینا رو مهار میکنه، کنترل میکنه، اینا رو به کار میگیره. مثل خیلی از کشورها که نیروهای تخریبی رو کار ازشون میکشن، اینا به عنوان جن برای مردم ناشناس بودن، زبان اونا رو نمیشناختن. مردمی که زمان سلیمان بودن در چه کارهایی؟ در سنگرسازی، در نمیدونم بندرسازی، در استخراج مثلا چیزهایی از کف دریاها. دونه دونه اینا رو داره توضیح میده. اینا رو امروز کسی میخونه فکر میکنه که یه موجودات جن و پری سلیمان استخدام میکردن، در حالی که کم و بیش همه جای دنیایی هم چیزایی هم بوده دیگه. قدرت‌های سیاسی مقتدر در طول تاریخ از نیروهای به اصطلاح وحشی استفاده میکردن و در خدمت خودشون میگرفتن. پس این یکی از دسته‌های به اصطلاح کلی قرآن راجع به وصف جن. 2 تا دیگه هم هست من خدمتتون بگم. یکی تمام چیزایی که ما امروز با رشد و توسعه علم روانشناسی و روانکاوی اینا رو به نفسمون، به ایگو اینا نسبت میدیم. در گذشته که اینا رو نمیشناختن، نمیفهمیدن چی هستش. به پیامبران میگفتن اینا مجنونن یعنی جن زده. یا کسانی که مریض میشدن امروز میگن مثلا این دچار انگزایتی شده، این مثلا دیپرشن گرفته. این انواع و اقسام بیماری های روانی هست که وضعیت طبیعی رو اشخاص از دست میدن. در گذشته همه اینا رو میگفتن جن زده شدن. برای مردم معاصر پیامبر اسلام قابل درک و فهم نبوده که چطور یه آدمی که تا دیروز، اینم مثلا پیامبر اسلام هم گوسفند میچروندن دیگه، چوپانی میکردن، این که از این حرفا نمیزن، چطور یه مرتبه انکار میکنه بت‌ها رو، شفاعت و توسل به اونها رو، سخن از آخرت میگه، آینده میگه، بهشت و جهنم میگه. اینا چیه؟ ما اینا رو درک نمیکنیم.
بنابراین به او نسبت یک روانپریش میدادن. امروز حالا با یه اصطلاحات دیگه میگیم این مجنونه، انه لمجنون. 10 بار در قرآن این اصطلاح راجع به همه پیامبران هم آمده، چون نمیفهمیدن مردم عادی. قرآن تا سال سوم 90 یا 95% آیاتش راجع به قیامته. اذا زلزلت الارض زلزالها القارعة ما القارعة، یعنی هشدارهای، پیش آگهی‌هایی از تحولاتی که در جهان آینده اتفاق خواهد افتاد. برای مردمی که دست چپ و راستشون رو در اون قبایل عربستان تشخیص نمیدادن، همه اینا یک نوع روانپریشی بوده که این دیوانه است، این حرفا چیه داره میزنه، این دچار خواب و خیال شده، جن در روحش حلول کرده. بنابراین اینا رو اون موقع نمیفهمیدن، به جن نسبت میدادن. حالا با علم روانکاوی اینا میفهمن که این حالا اتفاقی براش تو زندگی افتاده، حالا مثلا مصیبتی بهش وارد شده، دچار مثلا دیپرشن شده، افسردگی پیدا کرده. خب حالا با یه داروهایی این اختلالای مغزی رو به هر حال درمان میکنن، به حالت طبیعی یه تعادل باز میگردونن. قرآن اینو مثلا تو سوره ناس میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. اون چیزی که وسوسه میکنه در ذهن من. خناس یعنی رو نشون میده، مخفی میشه، یعنی نمیدونم چیه. هر 2-3 روز یه بار دچار این حالت میشم، درست مثل این اضطراب ها، نگرانی ها، این انگزایتی که پیدا میکنن اشخاص. من الجنة و الناس. بعضی از عواملی که بر من شناخته شدن میدونم علتش چیه، نگرانیم از چیه، بعضی چیزاشو نمیفهمم، اونو میگه جن. حالا خیلی نسبت میدن یه موجودیه تو ذهن من داره حالا این تحریکاتو میکنه، ولی از نظر علمی که برای ما امروز روشن شده، منشأ و خاستگاه اصلی این به اصطلاح بیماری های روحی روانی رو میفهمیم چه چیزایی هست، یه عواملی که به هر حال شناخته شده برای ما نیست، نمیدونیم. حالا علم داره یه مقداریشو باز میکنه، با روانشناسی توضیح میدن، درمان میکنن. حالا قرآن میگه پناه ببر از این چیزایی که به تو به وجود میاد، شرهایی که میدونی علتش چیه، همسایت مثلا اذیتت کرده، کتکت زده یا پولتو خورده، این بخشیه، بخشی دیگهش ناشناخته است. من نمیدونم که چرا دوچار مثلا این نگرانی شدم، خوابم نمیبره شب. اینا رو همه رو باز تو قرآن میگه جن، اینا ناشناخته است از دید تو. به هر حال تقسیم بندی هایی هست که حالا شاید در ظرفیت و حوصله برنامه ما نگنجه. خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا یه چند دقیقه دیگری فرصت داریم، ببینیم در قالب اجتماعات و چه سوء استفاده هایی از شاید مسئله جن در طول زمان ها ممکنه شده باشه، یا حکومت ها و سیاست هایی که حاکم هست بر بعضی کشورها، اینا چه استفاده هایی ممکنه بکنن به نفع به اصطلاح امیال خودشون، آنچه خواسته های خودشون هست. نظری چیزی در این مورد شما دارید که ممکن الان هم اپلیکیبلیتی داره، الان میشنوین در رسانه ها که به اصطلاح این مسئله رو دارن مطرحش میکنن و چی چیز پوچی واقعا هست؟ بله، خب همیشه یعنی این مشکل و آفت تو جامعه وجود داره که عوام و ناس خب خیلی زیادن، حتی اونایی که تحصیل کرده هستن تحصیلاتشون در رشته تخصصی خودشونه. آدم واقعا تعجب میکنه که بعضیا درجات خیلی عالی دانشگاهی دارن ولی در مسائل دینی هیچ فرقی با اون طبقات بی سواد هم ندارن. یعنی الزاماً این نیست کسی که حالا رفته یه درجه عالی علمی گرفته در بقیه مسائل زندگی هم بگیم به همون نسبت رفته بالا. البته خیلی ها خب در خلال مطالعاتی تو زمینهای مختلف میکنن، کم و بیش بالا میان، ولی این اجباری نیست که آدم فکر کنه همه اونا که دانشگاه رفتن پس دیگه همه چیشون با اندیشه جلو رفتن. بنابراین حکومت ها خیلی استفاده میکنن از این باورهای سنتی مردم که خو گرفتن، هزارها سال یا قرنها باش خو گرفتن و تو توده های مردم اینا جا افتاده دیگه. استفاده میکنن قدرت طلبا یا عوام فریبا، اونا که نظامای پوپولیستی دارن روی
به اصطلاح جهل و بیسوادی مردم سوار هستن، هی میخوان از این چیزا خرج بکنن و خودشون رو به یه جاهای دیگه وصل بکنن. چون اگه قرار باشه که گزارش بدن همه یه کارهایی که دارن میکنن، خرجایی که دارن میکنن، بالاخره اگه رسیدگی بشه، سازمانهای بررسی کننده باشه که نمیتونن سوء استفاده کنن. ولی وقتی خودشون رو دور میبرن از دسترس مردم و سیستم‌های حسابرسی، به یه جاهای خارج از بشر وقتی وصل میکنن، دیگه روی توده های مردم تکیه میکنن. حالا در کشور پیشرفته کمتر دولت مردان این کارا رو میتونن بکنن، حساب و کتاب داره، مردم آگاهی دارن. ولی متاسفانه در کشورهایی که فرهنگشون پایینه و یه باورهای سنتی قدیمی دارن، این بزرگترین دستاویز میشه برای سوء استفادهگران، برای فریب مردم. من یکی دو تاشو خدمتتون یادداشت کردم، الان میخونم. یکی خود سوره است به نام جن، میگه بعضی از انسان‌ها پناه میبرن به رجال من الجن، یعنی به آدمای پوشیده پنهان پشت صحنه که مواضعشون روشن نیست، کارهای عجیب غریب میکنن. یا در جای دیگه پناه بردن به افراد پشت پرده بیگانه هم حتی قرآن کلمه جن به کار برده. حتی در مواردی در قیامت میگه که بسیاری از انسان‌ها میگن خدایا یه عده‌ای عامل و باعث بدبختی ما شدن، من الجن و الانس، یعنی یه در میشناسیم، عواملی بوده میشناختیم، اونا باعث گمراهی ما شدن. ولی عوامل و انسانایی هم بودن که ما نمیشناسیم، ولی فرهنگی که ایجاد کردن و نمیدونم نظاماتی رو که پدید آوردن پشت صحنه دیگه هم میشه سرنوشت جوامع رو تنها آدمایی که ما میشناسیم که تعیین نمیکنن. پشت صحنه خیلی هستن، حتی در پیشرفته ترین کشورها مردم فکر میکنن رؤسای جمهور هستن که دارن یه مملکت رو میگردونن، ولی نمیدونن همیشه پشت صحنه حتی مقتدرترین کشورها یه عده حالا در نظامات سرمایه‌داریه که اونا دارن میگردونن و منافع کارتل ها و نمیدونم دستگاه‌های عظیم نمیدونم جهانی خودشون دارن اداره میکنن. اونا هیچ وقت نمیخوان رئیس جمهور بشن، به قدرت برسن، اونا مهره چینی میکنن. اینا در اصطلاح قرآنی جن نامیده شده، شما نمیشناسین، برای شما پوشیده و پنهانن، ولی باعث بدبختی جامعه و گرفتاری‌های آحاد جامعه همین چهره‌های پنهان و پوشیده و در واقع دور از شناخت شما هست. خیلی متشکرم. به نظر میاد آقای بازرگان در سیستم‌های استبدادی معمولاً این نوع خرافات خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیره. حالا این یه نوعشه، قبلا هم مثلا در کشور خودمون دیدیم در چند مورد مختلف، از موقعی که یک عملیاتی انجام شد گفتن که نیروهای گمنام امام زمان آمدند و این انجام شد. بله. و قاعدتا یه مقدار در یک قسمتی از جامعه خریدار داره این نوع حرفا. بله. ولی اگه کلا مردم آشنا باشن با این مفاهیم، کاملا متوجه میشن که آنچه که داره گفته میشه جز این که بخوان مسئله رو پنهان کنن چیز دیگری نیست. بله، مهم اینم میگم تو مثالی عرض کردم که وقتی برق آمد، الکتریسیته آمد، جن هم رفتن. امروز هم اگر آگاهی های مردم بالا بره، فریب این به اصطلاح سیاسی بازی ها رو که وصل میکنن خودشونو به یه عوالم دیگه ای که پاسخگو نباشن در برابر مردم، اونا هم دیگه نمیتونن این کار بکنن. این راه حلش همین آگاه سازی مردمه، هم این واژه ها رو در منابع اصلیش توضیح بدن که بفهمن که بابا این حرفا که میزنن نیست، اینا در زمان خودش این واژه ها شکل گرفته برای بیان و وصف چیزایی بوده که خیلی هاش امروز دیگه روشن و آشکار شده. بله. خیلی متشکرم آقای بازرگان. من فکر کنم یه چند دقیقه داریم که شما میتونید یه خلاصه از بحثی رو که امروز در ارتباط با مسئله جن، حالا ممکنه این مسئله واقعا مورد توجه همه نباشه، ولی یکی از مفاهیمی هست که در طول زمان سراغ هر کسی میاد، به گوشش میخوره و بد نبود که برنامه رو در این زمینه خدمت بیننده‌های عزیز عرضه کنیم. حالا در لحظات پایانی اگر خلاصه‌ای هست بفرمایید.
بله، چون ممکنه که بعضیا از ابتدای برنامه حضور نداشتن، به توضیح مختصری من عرض کنم. بحث این جلسمون بر اساس سوالی که یکی از بینندگان گرامی مطرح کرده بود شکل گرفت. سوال این بود که این مسئله جن و پدیده های افسانه‌ای و پوشیده‌ای که در بین مردم هست و خب در سیاست و سخنان دولتمندان هم خیلی وارد میشه و یک اتهاماتی علیه هم دیگه میزنن، این چه پایه و ریشه‌ای در قرآن داره. اول عرض کردم، توضیحاتی دادیم که تنها در زبان فارسی نیست، این یه ریشه قدیمی داره. از ملیت‌های مختلف نام‌هایی که برای پدیده‌های ناشناس می‌گذاشتن کم و بیش همین مفهومی که ما از جن استنباط می‌کنیم. و عرض کردم که چیزی به نام جن به اون معنا در قرآن نیست که بگیم مثلا این درخت، این سنگ، این مثلا خانه است، بگیم پس یه چیز خاصم اسمش جنه، یه موجود کاملا ویژه. توضیح داده شد که جن یه وصفه، مثل زیبایی و زشتی که چیزی به نام زیبایی و زشتی وجود نداره، ولی میلیون ها موضوع که بشه گفت زیبا هستن یا زشت وجود داره. پس جنم یه وصفه در زبان عربی. هر پدیده ای رو که از دید ما، حالا دید ظاهرمون، پنهان باشه، پوشیده باشه، علم و اطلاع نداشته باشیم و دید علمیمون غائب باشه، در 1400 سال پیش در فرهنگ قرآن اینا رو جن میگفتن. پس یه تقسیم بندی جن و انس، اون چی که مأنوسه میشناسین، انس دارید، آگاهی دارید، یا اون چی که پوشیده است بر شما. انواع مشتقاتش هم توضیح دادیم که به باغم میگفتن جنت، دیوانه رو میگن مجنون، جنین که تو رحمه، همه اینا مشتقات جنه، یا سپر که جنه میگن. 10 مشتقات این کلمه تماما دلالت بر پوشیدگی میکنه. یعنی یک بیانی است، وصفی است برای هر چیزی که پوشیده بوده. حالا در دنیای گذشته پوشیده هاشون صدها برابر پوشیده های امروز ما بوده، بنابراین جن برای اونها خیلی خیلی بیشتر بوده تا برای امروز ما. خیلی تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای بازرگان، از شما هم بسیار متشکریم و به امید دیدار شما هستیم. خیلی ممنون، متشکر. روز و شب همگی خوش. خدا نگهدار شما.